در شهر خوجند نمایش آخرین خونخوری توروسی به صحنه گذاشته شد. در تالار تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام خواجه کمال خوجنده در برابر تماشابینان نو اینچنین مخلصان حضور داشتند که نمایشنامه را تکرارا تماشا کردند. این گواهی آن است که اثر مذکور در دل مردم جای گرفته است. هر روز ما البته تماشابینای وظیفه من قبول کردن هر یک تماشابین هست. از 14 من تا امروز هر روز تماشا شده است. البته تماشابین ها پر است. تالار ما پر است تماشابین هر روز. احسن گفته همشان برآمده ایستادند و من به گفتم که هنرمندان و تئاتر و رحمت چنین پاسنافکای ماندگیشان به گفته رفتند. نمایشنامه مذکور که از جانب هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه به صحنه گذاشته شد، در دوام 7 روز تماشابینان زیاد را به خود جلب نمود. من هم میخوام که از رئیس محترم ولایت رجب احمدزاده، از همه دستاندرکاران تئاتر دولتی مسکه و موسیقی به نام کمال خوجندی شهر خوجند که به ما کمک کردند در طی این روزها، خیلی با ما غمخوار و مهربان بودن. به هر وسیله از همه اینها عرض سپاس کنم، تشکر گویم. خب امروز که ما آخرین نمایشمان بود، به هر صورت باز همین اینقدر که اینجا تأثیرات نیک برداشتیم، اینقدر این محبت و صمیمیت دیدیم، اینقدر مهمان نوازی دیدیم. باز همین یک بیتی که دایم استاد محمد عاصمی میخواندن، اکادمیک عاصمی میخواندن که ودا و وصل جداگانه لذتی دارد، 1000 بار برو 100,000 بار بیا. ما امید داریم که باز با نمایش‌های دیگر همچنین برای ما طوری گفتم این یک افتخار است، یک شرف بزرگ است که ما نمایش‌های نو به خوجند شهر بیاییم، به ولایت سوخت بیاییم. تماشابینان اظهار داشتند که نمایشنامه پیام مهم اجتماعی داشته، مسئله‌های مبرم جامعه را واقعی انعکاس می‌نماید. همچنین قید گردید که همکاری تئاترهای پایتخت و ولایت باعث رشد صنعت تئاتری کشور می‌گردد. مقصدی غصب کردن اداره پلیس بود شخصاً با دست من طبق اطلاع مسئولین تئاتر تمام روزهای نمایش تالار پر از تماشابین بود. هنرمندان با مهارت بلند نقش‌های خود را اجرا نمودند و مورد تحسین تماشابینان قرار گرفتند. نمایشنامه خونخوری توروسی با کارگردانی هنرپیشه شایسته تاجیکستان سلطان عثمانов و بازی درخشان قربانی صابر در نقش نوری سیاهنور توجه خاص مخلصان تئاتر را به خود جلب نمود.